خب به نام خداوند بخشنده و مهربان میخوایم عملکرد مالی بیزینسمون توی 2 سال متفاوت رو بررسی بکنیم. مثلا سال 1402 و سال 1403 عملکرد مالی و ورودی هایی که حالا اون بیزینسمون داشته میخوایم بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم با کمک هوش مصنوعی چت جی پی تی، ببینیم که رشد و حالا افت این بیزینسمون از لحاظ مالی کجا بوده. شما هر بیزینسی داشته باشید، میتونید اصلا یه بیزینس نانوایی داشته باشید، این میتونه براتون کار بکنه. یا مثلا اینکه یه بیزینسی داشته باشید، مثلا این شرکتی داشته باشید، شرکت تولیدی داشته باشید، فرقی نمیکنه. میتونید از این ترفند و به کمک هوش مصنوعی داده های مالی شرکتتون و یا بیزینستون رو بررسی بکنید. برید که با همدیگه ببینیم که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب وارد محیط سرچمون میشیم و توی موتور جستجوگرمون کلمه چت جی پی تی رو خب chat gpt.com رو سرچ میکنید و حتما باید وی پی انتون روشن باشه، چون این چت بات فقط با وی پی ان کار میکنه. و حالا خب باید لاگین کنیم دیگه، باید لاگین بکنیم که وارد محیط چیز بشیم، محیط چت بات بشیم، چت جی پی تی بشیم. خب من لاگین میکنم با کمک جیمیل این کار رو انجام میدم. کم به خاطر که سرعت اینترنتم پایینه یکم دورتر لاگین میکنم. خب من ایمیلم رو انتخاب میکنم. همین کاری که من انجام میدم شما باید انجام بدید دیگه، حالا یا با ایمیل خودتون یا با حالا هر ایمیلی که مد نظرتون هست باید لاگین کنید و وارد چت جی پی تی بشید. خب اینجا من یه فایل اکسل دارم، یعنی فرضم بر این بوده که یه فایل اکسل داشته باشم و خب عملکرد مالی دارم، یه 2 تا شیت دارم، 1403 و 1402 که حالا به صورت پیش‌فرض اومدم و اینا رو محاسبه کردم و گذاشتم که بهتر آشنا بشیم و یه کاربردی در باشه، عملی تر باشه برای دوستان عزیزی که میخوان از هوش مصنوعی استفاده کنن. خب من این داده های مربوط به ورودی سال 1402 رو کپی میکنم، وارد چت جی پی تی میشم و همینجا اینو پیست میکنم. خب اینو پیست میکنم و توی خط آخرش هم برای اینکه اینو مینویسم، یعنی پرامپت نویسی توی هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی خیلی مهمه. اینجا من مینویسم که مربوط به سال 1402 هست و اینو اینتر میکنم. خب 1403 هم باز اینا رو کپی میگیرم، آمادهشون میکنم، کپی میگیرم و این هم سال 1403 هست. میام اینجا و میام پرامپتش رو می‌نویسم که مربوط به سال 1403 هست و اینتر می‌کنم. خب حالا این خودش اینو تشخیص میده، میگه این داده‌ها مربوط به 2 سال هستن و حالا میگه که چه کارهایی من میتونم برات انجام بدم. مقایسه مجموعه درآمد بکنم، رسم نمودار بکنم، محاسبه درصد تغییر در هر ماه، بررسی میانگین و نوسانات انجام بدم که من همه اینا رو کپی میکنم. خب و اینجا باز اینو پیست میکنم و اینتر. خب
سعی میکنم تا محاسباتش رو انجام بده و اون تحلیلی که نیاز هست رو برای من تموم بشه و بتونم که از اون یه خروجی بگیرم که نتیجه چی میتونه باشه. خب نتیجه برای من اعلام کرد، نمودار رو رسم کرد برام، مقایسه کرد، مجموع درآمد سال 1402 رو نوشت، 1403 هم نوشت، میانگین نوسانات رو در سال 1402 مشخص کرد، انحراف معیار، خب انحراف معیار سال 1403 رو اینا رو مشخص کرد، درصد تغییر مایانه نسبت به سال 1402 یعنی 1403 به سال 1402 رو باز مشخص کرد که فروردین کاهش داشته، اردیبهشت خرداد افزایش داشته، اینا رو مشخص میکنه و بیشترین افزایش در آبان هست و دی درصداشون هم مشخص کرده و نمودار هم برای من رسم کرده که الان این آبی سال 1402 هست و قرمز سال 1403. میتونید به این از این طریق استفاده بکنید از هوش مصنوعی برای تحلیل داده هاتون. حالا شما خودتون میتونید هر ایده‌ای داشته باشید و از این ایده استفاده بکنید دیگه. توی هر زمینه‌ای میتونید از هوش مصنوعی برای تحلیل دیتاهاتون و داده‌های بیزینستون استفاده بکنید. تو هر قسمت منابع انسانی، توی بحث مالی، توی بحث فروش، توی هر بازرگانی، تو هر قسمتی میتونید از این دیتاها استفاده بکنید.